بیش از 2500 سال پیش در قلب فلات ایران یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ جهان شکل گرفت، امپراتوری هخامنشی، سرزمینی که از رود سند در شرق تا دریای مدیترانه در غرب امتداد داشت. اما داستان این امپراتوری چطور آغاز شد؟ چه کسانی آن را ساختند و چگونه به پایان رسید؟ در این ویدیو با هم سفری به دوران هخامنشی خواهیم داشت. داستان هخامنشیان با کوروش بزرگ آغاز می شود. او در سال 550 پیش از میلاد با شکست دادن مادها پایه‌های امپراتوری را بنا گذاشت. کوروش نه تنها یک فاتح نظامی بود، بلکه به تسامح مذهبی و احترام به فرهنگ‌های مختلف شهرت داشت. منشور حقوق بشر کوروش که در بابل کشف شده گواه این روی کرده است. پس از کوروش، کمبوجی دوم مصر را فتح کرد و داریوش بزرگ ساختار حکومتی منسجمتری ایجاد کرد. او ساتراپی‌ها یا استان‌های امپراتوری را بنا کرد و شبکه راه‌ها به ویژه جاده شاهی ارتباط سراسر قلمرو را برقرار کرد. داریوش همچنین ساخت تخت جمشید را آغاز کرد، شهری تشریفاتی که شکوه معماری ایرانی را به نمایش می‌گذاشت. هخامنشیان با وجود گستردگی قلمرو، زبان آرامی را به عنوان زبان اداری برگزیدند و سکه‌های طلای دریک را ضرب کردند که تجارت را آسان می‌کرد. آنها سیستم پستی، سدسازی و آبیاری پیشرفته داشتند. ترکیب فرهنگ‌های ایرانی، مصری، بابلی و یونانی فضای چند فرهنگی و پویا ایجاد کرده بود. با گذر زمان، شورش‌ها، جنگ‌های طولانی با یونان و ضعف پادشاهان امپراتوری را تضعیف کرد. سرانجام در سال 330 پیش از میلاد اسکندر مقدونی با فتح تخت جمشید به دوران هخامنشیان پایان داد. اما میراث آنها در معماری، هنر و اندیشه تا قرنها ادامه یافت. هخامنشیان تنها یک امپراتوری نبودند، بلکه پلی میان شرق و غرب و الگویی از حکمرانی، معماری و احترام به تنوع فرهنگی بودند. شاید همین ترکیب قدرت و مدارا بود که آنها را جاودانه کرد.